ندانی مامه 70% شناسایی چهره سایت میشود. کدامی که خواهد جفتی مناسبی خچ بیاوا این سایت رو مهم این خواهر شیطان کی میشناسه سایت شناسایی را رکلام داره سایت знакомства یعنی آشکارا مردم به زنا و رابطه های حرام دعوت داره ای به حیا دروغ میگی این 70% گفتگی همون فاحشه ها و زناکارا هستند که چرا سایت شناس میشوند بعد از شناس شدن چند روز کاری حرام شون میکنن و بعدا از هم جدا میشوند اگر این گپ درست میبود اول همین خودت کایهار شو کرده بودی در حقشون مردگی ولی کسی نمیگیرد در تاجیکستان مردی اگر بخواه ازدواج کنه و عائله برپا کنه هیچ وقت چرا سایت знакомства زن نمیکوه زنکاوی آنها چرا سایت برای حرامی کردن است برای وقت گذرانی است برای عیش عشرت است تو ایرا خوب میدانی ای به حیا این کاری تو 100% مخالف حکم قرآن است خداوند در آیت 25 سوره نساء به مردان و زنان مسلمان حکم میکنه که وقتی میخواهی با هم شناس شوی و عائله برپا کنی این کار از راه نکاح انجام تیه با هم رسیدن یک مرد و زن باید از طریق نکاح انجام شود نه از راه عشق و عاشقی و دوستی های پنهانی یعنی رابطه حرام یه قرآن میگه تو باشی آشکارا مخالف حکم قرآن مردم بر رابطه های حرام دعوت داری و زنا و فحشا دعوت داری 99% کسانی که چرا سایت شناس میشوند با زنا و فحشا مبتلا میشوند ایرا فراموش نکو که هر کسی چرا همین سایت رکلام کردگی رابطه حرام کنه و با زنا روه هر قدری که آنها گناه بگیرن تو هم با مثل آنها گناه میگیری تصور کن 100 نفر اگر به همین رکلام کردگی تو زنا کنن یا هم تو رابطه های حرام کنن در نامه اعمال تو 100 گناه زنا نوشته می شود گناهی که انجامش نداده این سخن من نیست سخن پروردگار است که گویا با آن ایمان داری من از پیش خود چیزی نمیگویم از الله بترسه ای که سایت های حرام برای مردم مسلمان رکلام نکنید